به نام خدا. این جلسه قراره که در رابطه با دستوراتی مثل اوردر بای، مثل لیمیت، این مدل دستورها صحبت بکنیم. توی جلسات گذشته شما یاد گرفتید که چجوری میتونید هنگام سلکت کردن، اینزرت کردن، آپدیت کردن یا دیلیت کردن سطرهای جدولتون چطور میتونید محدودیت بذارید، محدودیت هایی مثل محدودیت های لایک و بزرگتر کوچکتر بودن دو تا ستون از همدیگه، یا مقادیر دو تا ستون از همدیگه، یا مقایسه دو تا متن که عرض کردم مثل دستور لایک برای مقایسه دو تا متن با همدیگه استفاده میکردیم و مواردی از این دست. تو این جلسه میخواد ببینید که شما چجوری میتونید تعداد سطرهایی که میخواید به قولی نمایش بدید رو محدود بکنید، یا چطور میتونید مرتبشون بکنید سطرهایی که انتخاب کردید رو، یا چطور میتونید سطرهای تکراری رو حذف بکنید و فقط سطرهای غیر تکراری رو نمایش بدید. اتفاقی که ما سر کلاس هم اگر یادتون باشه ما چند تا سطر حتی تکراری هم اضافه کرده بودیم. میخوام درباره این موارد صحبت بکنیم و قبل از هر چیز من عذرخواهی میکنم گرفتگی صدام رو. خب، اول از همه درباره مرتب کردن میخوایم صحبت بکنیم. SQL Order by Keyword. برای مرتب کردن نتایج، حالا به ترتیب اسندینگ یا و دیسندینگ یا صعودی و نزولی، باید از دستور این مدلی استفاده بکنیم. یعنی از اوردر بای استفاده میکنیم، این کلید واژه اوردر فاصله بای، دقت کنید به هم دیگه نچسبونید اینها رو. از کلید واژه اوردر بای استفاده میکنیم برای در حقیقت مرتب کردن داده هایی که استخراج کردیم. مثال رو دقت کنید، من این رو تراید یورسلف رو بزنم، مثال رو دقت کنید. خب میگه که سلکت کن، انتخاب کن همه ستون ها رو از جدول پروداکت و به ترتیب قیمت برای من مرتب کن. خوب دقت کن، ران رو بزنم ببینیم نتایج رو. جدول من یه ستون داره به نام پرایس. توی پرایس خب اعدادی نوشته شده و چون عدده و وقتی ما میگیم اوردر بای پرایس، این قیمت ها رو میاد بر مبنای عدد مرتب میکنه. خوب اینجا دقت کنید. و به چه صورت؟ به صورت اسندینگ، یعنی افزایشی یا صعودی میاد مرتب میکنه. من گفتم اوردر بای پرایس، ببینید میگه که آقا این سطر اول 2.5 پرایسش، حالا 2.5 دلار مثلا، 2.5 پرایسش، دومی 4.5، سومی 6، همینجوری داره اضافه میشه. این الان ترتیب چیزهایی که ما میخوایم نمایش بدیم رو داره مرتب میکنه و دیگه میتونه خیالمون راحت باشه که این آخرین عدد بزرگترین عدده، یعنی 263، و اولین عدد کوچکترین عددی هست که در جدولمون قرار گرفته. این به ترتیب اوردر بای. همین اوردر بای یه محدودیت هایی هم میتونیم باز براش بذاریم، یعنی بگیم اوردر بای پرایس الان به صورت اسندینگ داره مرتب میکنه، میتونیم بگیم دیسندینگ، یعنی به صورت کاهشی مرتبش کنی، یعنی بالاترین قیمت رو به عنوان اولین سطر قرار بده و پایین ترین قیمت رو به عنوان آخرین سطر قرار بده. الان ران رو میزنیم، خروجی کار رو ببینیم. خب ببینید به عکس شد، دقیقا قیمت ها رو داره به عکس نمایش میده. خب این از استفاده از کلمه دیسندینگ باعث شد DESC، این کلمه رو یاد بگیرید دوستان، DESC برای دیسندینگ یا نزولی کردن نتایج استفاده میشه در دستور اوردر بای. خب
ببینیم نکات دیگه اوردر بای چیه. یه نکته دیگه هم بگم، اسندینگ به صورت دیفالت اسندینگ خودش مرتب میکنه، اما اگر بخواد اختصاصا اسندینگ رو هم بنویسید ASC مخفف اسندینگ دوستان. DSC رو یاد گرفتید، DSC برای دیسندینگ، DESC برای دیسندینگ و ASC برای اسندینگ استفاده میشه. خب ببینید اینجا هم نوشته. خب یه مدل دیگری که ما میتونیم مرتب بکنیم دوستان، ترتیب بر مبنای چند در حقیقت فیلده، چند ستونه. یعنی میتونیم بگیم به ترتیب قیمت مرتب کن و به ترتیب کاتگوری آیدی، یعنی 2 تا مورد رو، 3 تا مورد رو، به طور کلی بیش از 1 مورد رو برای مرتب کردن میتونیم استفاده بکنیم در یک کوئری سلکت. خب نمونه انجام میدیم، میگیم آقا بر مبنای ساپلایر آیدی فرض کنید یه فروشگاه دارید، بهتون گفتن آقا ببین کالاهای من از هر کدوم چند تا موجوده و بر مبنای تعداد موجودیشون، خب حالا این ساپلایر آیدی اگه ساپلای می بود بهتر بود، حالا ما فرض میکنیم این سوپلای دقیقاً به معنای موجودیه، خب فرض میکنیم حالا این آیدیشه، ولی فرض میکنیم این تعداد موجودی مونه. میگن آقا ببینید چند تا موجوده و ببینید که قیمت ها به ترتیب قیمت ها هم برای ما مرتب کنید، یعنی 2 تا معیار داشته باشیم. خب میایم مینویسیم پرایس کاما اون فیلد دیگری که مد نظرمونه که حالا اینجا من سپلای آیدی رو میذارم، سپلای آیدی ران رو میزنم، بر مبنای این 2 تا مقدار مرتب میشه و چون اسندینگ گذاشتم ببینید سعی میکنه اول بر مبنای پرایس مرتب میکنه، اول ببخشید بر مبنای سوپلایر آیدی مرتب میکنه و بعد بر مبنای پرایس. یعنی چی؟ یعنی اگر 2 تا چیز اینجا قیمتاشون مثل هم باشه، مثل اینجا 10 10 10 قیمت ها مثل همه، درسته؟ درسته قیمت ها مثل همه، هر کدوم پیش و پس باشن مشکلی نداره، اما چون ما گفتیم بر مبنای سوپلایر آیدی هم مرتب کن، سوپلایر آیدی رو هم اومده به ترتیب گذاشته 1 4 و بعد 8. توجه کردید؟ 3 تاش مثل همه، ممکن بود 8 رو بالا بنویسه، مثلا 1 رو وسط 4 رو پایین، ولی الان دیگه مطمئنیم که در شرایطی که هر کدوم از اینها یا با این سمت هم به همین شکل، این سمت هم اگر سوپلایر آیدی های ما با هم یکی می بود خب و قیمتهاش کمتر یا بیشتر می بود، اون رو در نظر می گرفت. اینجا دقت کنید این 21 سوپلایر آیدیش، اینم 21، اما این چون قیمتش کمتر بوده بالاتر نوشته و این چون قیمتش بیشتر بوده پایینتر قرارش داده. چند تا معیار رو در نظر میگیره برای مرتب کردن دوستان. خب این نمونه اوردر بای بود دوستان که دیدید و اگه تا اینجای کار سوالی دارید بفرمایید. یه نکته دیگر هم بگم، توی اوردر بای شما میتونید دونه دونه ستونها رو هم بگید بر مبنای دیسندینگ یا اسندینگ، برای هر کدوم از ستونها مشخص کنید. اینجا ننوشته ولی من خدمتتون عرض میکنم. ببینید مثلا میتونید بگید سوپلایر آیدی رو بر مبنای اسندینگ بذار ولی پرایس رو بر مبنای دیسندینگ بذار و ران رو بزنید، یعنی هر کدوم رو به صورت مجزا مشخص کنید. ببینید پرایس به صورت نزولی مرتب شده، اما توی جایی که قیمت‌های ما مشابه هم بود، مثل اینجا که 38 دوتا داریم، سوپلایر آیدی بر مبنای اسندینگ اومده و مرتب شده. خب این تا اینجای کار. این دستور اوردر بای دوستان خیلی به کارتون میاد و حتما با دقت این دستور رو یاد بگیرید و
روش کار کنید. اگه سوالی هست دوستان بفرمایید، میتونید صداتون رو بس کنید. خب این از این دستور بعدی، مورد بعدی که میخوایم دربارش کار بکنیم دستور لیمیت هست. اجازه بدید که من پیداش کنم، آموزشش رو پیدا کنم. لیمیت. خب اینجا که پیداش نمی کنم. بذارید یه سرچ توی وب بزنم و لیمیت این SQL. خب W3 Schools MySQL آورده. حالا این خود SQL رو هم میتونست بیاره. بذارید من SQL رو بیارم که SQL top limit fetch first. آها، جزء select top آورده اینها رو. خب درسش اینجاست. خب حالا ما در SQL در مای SQL یه دستوری داریم به نام لیمیت که در SQL موردهای دیگری، به قولی اسم دیگری اومده براش، کلاس دیگری اومده براش در نظر گرفته و اون دستور تاپ هست. اینجا رو دقت کنید، میگه the select top clause is used to مشخص میکنه تعداد رکوردهایی رو که میخواید شما برگردونید یا میخواید داشته باشید. اینجا مثال رو ببینید، میگه select top 3 star from customers. یعنی چی؟ یعنی انتخاب کن 3 تا مورد اول از بالا، 3 تا مورد اول از بالا رو از جدول کاستومرز. مثال رو ببینیم، تراید یورسلف رو بزنم، مثال رو ببینیم. خب ران رو میزنم، ببینید 3 تا مورد اول توی جدول کاستومرز رو برای ما داره نمایش میده با استفاده از دستور select top 3 star from customers. اینجا از کلمه تاپ استفاده میکنید و عدد 3 رو مینویسید، یعنی 3 تا، 5 بنویسید 5 تا، هر تعدادی بنویسید و بعد سلکتور ستون هاتون رو انتخاب میکنید و بعد from customers یا اون جدول مورد نظرتون. توی MySQL این طرفاً متفاوته دوستان. توی MySQL شما از کلمه لیمیت استفاده میکنید و اونم آخر جمله، نه ابتدای جمله. خب یه نکته ای که داره دوستان، اینجا شما علاوه بر تعداد میتونید درصد هم مشخص کنید. یعنی بگید که 3% اول جدولم رو بده به من. اگه جدولتون 100 تا 100 تا سطر باشه، 3 تا سطر براتون برمیگردونه اگه بگید 3%. ها خب توی MySQL ببینید هم موردی که خدمتتون عرض کردم، میگه توی SQL سرور با این دستور مینویسن، توی MySQL از دستور لیمیت استفاده میکنن. لیمیت رو اونم آخر جمله مینویسن و بعد عدد رو مینویسن. حالا ما برای اینکه متفرق نشه بحثمون، ما SQL رو در نظر میگیریم. یعنی میگیم تاپ، همین ابتدای جمله بنویسید تاپ، بعد تعداد، بعد کالوم نیمز و ادامه ماجرا. خب خب اینجا لیمیت رو هم اومده مثال زده و مثالش از به قولی MySQL که حالا اگه دوست داشتید میتونید این مثال رو هم ببینید، ولی میگم ما یه مورد رو میگیم که خیلی با هم قاطی نکنید. توی MySQL لیمیت مینویسن و در انتها و این هم که برای اوراکل میگه به این شکل مینویسن. و دیگه ببینیم مورد دیگری هم داره.
نکته دیگری اگر داره خدمتتون عرض کنم. خب همین برای دستور تاپ شما همین دستور رو یاد بگیرید کفایت میکنه. اینجا هم مثال های دیگری آورده از نحوه متفاوت استفاده از این دستور. اینجا هم یه دونه درصدش رو هم پرسنت 50%، این هم درصدش رو هم آورده، مثالش رو ببینید. برای اینکه مثلا به فرض 20% ابتدایی جدول کاستومرز رو بخوایم ببینیم، از select top 20%، کلمه percent به معنی درصد مخفف پرسنتیجه، start from customers استفاده میکنید. با این روش شما میتونید کاری ندارید چه تعداد توی کاستومرز دارید، در حقیقت اون 20% ابتداییشون رو استخراج میکنید و بهتون نمایش میده. پس استفاده از کلمه پرسنت برای زمانی که ما میخوایم از به صورت درصدی بیان بکنیم. خب اینم از این دستور اوردر بای. تا اینجای کار اگر سوالی هست بفرمایید دوستان. اگر سوالی موردی هست بفرمایید. مورد بعدی که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم دستور دیستینکت هست دوستان. یعنی حذف تکراری های حذف سطرهای تکراری در پایگاه دادم در اون جدولی که داریم استخراج میکنیم. خب به چه صورته؟ نمونه رو ببینید. کلمه دیستینکت دوستان خودش به معنی در حقیقت حذف یا easy to perceive، حذف موارد خارج از لاین یا تکراری به این معناست. برای دیستینکت کردن شما باید کلمه دیستینکت رو بعد از سلکت بیارید توی اسکیول سرور و بعد اینجا نام اون ستونی رو که میخواید بر مبنای اون کار دیستینکشن رو انجام بدید رو بیارید و بگید که از چه جدولی میخواید این کار رو انجام بدید. مثل این نمونه میگه که آقا سلکت کن کشورها رو اما به صورت دیستینکت شده از جدول کاستومرز. این میاد توی جدول کاستومرز. اگر مثلا میگم 3 نفر 4 نفر داشته باشیم که همه از کشور مثلا آلمان باشند و توی کشورشون همه جرمنی نوشته باشه، به جای اینکه دیگه بیاد 3 بار یا 4 بار جرمنی رو توی نتایج بهتون نمایش بده، 1 بار جرمنی رو نمایش خواهد داد. یعنی شما اگر مثلا در مجموع 1000 تا رکورد داشته باشید، 1000 تا سطر در جدولتون داشته باشید و بیاید جستجو کنید بگید که آقا مثلا دیستینکت شده های کشورهاش رو به من بده، ما 1000 تا کشور که نداریم، ممکنه این 1000 تا سطر مثلا 1000 تا شخص مال 100 تا در مجموع مال 100 تا کشور باشن یا مثلا 90 تا کشور باشن. این میاد و همون 90 تا کشور اسم اون 90 تا کشور رو به شما میده و کشورهایی که اسمشون تکراری استفاده شده رو دیگه بهتون نخواهد داد. این عبارت دیستینکت هست که توی خیلی از مراحل داده کاوی و مراحل مختلفی که با داده سر و کار دارید شما حتما باید داده هاتون رو دیستینکت بکنید. دیستینکشن هم میتواند مثل دستور اوردر بای بر مبنای چند تا ستون انجام بشه. یعنی بگی دیستینکت کن بر مبنای ستون فلان و ستون فلان و با کاما اینها رو بیاید از هم جدا بکنید.
اینجا نمونه های دیگر رو ببینیم. خب این از بحث دستور دیستینکت دوستان که به شما در حقیقت میاد و غیر تکراری ها رو نمایش میده. اما دستور بعدی که اینجا چشم خورد بخوام بهتون نشون بدم دستور کانت هست دوستان. کانت برای شمردن معمولا استفاده میشه. کلا در SQL در زبان SQL ما یک سری چیزها داریم که بهشون میگن تابع یا فانکشن. توابع در SQL مشابه زبانهای برنامه نویسی دارای یه پرانتز باز و بسته هستند که مقادیر ورودی رو ما بین اون پرانتز باز و بسته اون دستورات قرار میدیم. توابع هم مشابه زبانهای برنامه نویسی در SQL برای جمع‌بندی و بسته‌بندی یک سری از مجموعه دستورات کاربرد داره که اومدن یه سری دستورات که یه سری به قولی پردازش ها یا پروسس ها که شما میتونید روی داده هاتون انجام بدید رو در قالب یک اسم که مثلا اینجا اسم کانت هست اومدن در قالب یک اسم ساختند از قبل و به شما این اجازه رو میدن که از اونها استفاده بکنید برای اینکه کارتون راحت تر بشه و به نتایج دلخواه خودتون برسید. به عنوان مثال اینجا دستوری اومدن ساختن، تابعی ساختن به نام کانت. تابع کانت مشخصا یک ورودی خواهد داشت و مشخصا یک خروجی خواهد داشت. خروجی تابع کانت چیه؟ یک عدده. وقتی میگیم شما بشمار، شمارش کن، یک عدد برای ما میخوایم برگردونه دیگه، درسته؟ میخوایم به ما بگه که آقا 50 تا بود، 20 تا بود. بعد وقتی میگیم بشمار یا شمارش کن از ما میپرسه چه چیزی را بشمارم ها، و اون چیزی رو که میخوایم بشماره باید داخل این پرانتز باز و بستش قرار بدیم در حقیقت. پس داخل پرانتز باز و بسته ما مقدار ورودی چه چیزی را قرار میدیم و چیزی که خروجی این دستور خواهد بود آن چیزی است که ما مورد نیازمونه و برای اون این دستور رو نوشتیم. مثال اینجا میگه select count from products و بین count علامت ستاره رو قرار داده. ببینیم این SQL چی برای ما برمیگردونه. خوب دقت کنید. ما گفتیم که آقا بشمر تعداد همه آن چیزی که در جدول پروداکت، گفتیم استار رو به معنای همه معنی میکنیم، همه رو گفتیم در جدول پروداکت برای ما برو و بشمر. کاری که انجام داده چی برگردونده؟ یه عدد 77. ما بهش گفتیم همه رو برو بشمر، همه سطرها رو برو بشمر. اینجا اصطلاحاً این استار به معنای سطر هاست دوستان، نه به معنای ستون. همه سطرها رو برو بشمر و پروداکت ما شامل چند تا سطر بوده؟ 77 تا سطر بوده. اگر اینجا هم توجه بفرمایید میبینید که نوشته جدول پروداکت 77 تا رکورد داره و ما گفتیم که تعداد تمامی سطرهای توی جدول پروداکت رو برو بشمر. خب این هم یه نمونه از کانت بود که مشاهده فرمودید. نمونه های دیگرش را میتونیم چک کنیم. میگه که شما میتونید اسم ستون ها رو توی کانت بنویسید، بگید این ستون ها رو برو بشمر تعداد داده های موجود درش رو و میگه شما میتونید مشخص کنید یک کالوم نیم یا اینکه از علامت آستریکس یا ستاره استفاده بکنید و اگر میخواید که یک نام ستون رو هم میتونید مشخص کنید و مقادیر نالش شمرده نخواهد شد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما بگید مثلا ستون
پروداکت نیم رو برو بشمر. میاد توی پروداکت نیم نگاه میکنه ببینه چند تا به قولی سطر وجود داره که ستون پروداکت نیمشون مقداری غیر از مقدار نال دارن و تعداد اونها رو میشماره براتون برمیگردونه. حالا استثنا اینجا واقعا 77 تا ما توی جدول پروداکت مقدار داریم و خب غیر تکراری هاشو که وقتی که ببخشید غیر نال هاش رو میشمره همون 77 است، چون هیچ کدوم نال نیست مقدارش. حالا من باید نگاه کنم ببینم هیچ کدوم از جدول ها هست که مقداری نال داره که بگیم اون ستون رو بشمره و نال هاش رو حساب نکنه. اجازه بدید من یک نگاهی بندازم. بعید میدونم پیدا بکنم اینجا لاقل. خب متاسفانه اینجا چرا یه دونه دارم. این احتمالا ناله، اگه خالی نباشه یعنی اسپیس خالی نباشه ناله. الان من میتونم بگم آقا پستال کد رو در جدول به جای استار بگم کانت کن، بگم سلکت کانت پستال کد در جدول کاستومرز 91 سطر داره. بله متاسفانه اون سطر هم که خالی بود نال نبود، ظاهرا مقدارش اسپیس خالی بود، یعنی یا مثلا متن خالی با نال فرق میکنه دوستان. نمیدونم، فکر میکنم توی جلسات اول براتون توضیح دادم اما بد نیست اینجا هم یه اشاره بهش بکنم. مقدار نال یعنی هیچی مقدار نداره، ولی وقتی متن خالی بهش میدید یعنی مقدار داره ولی مقدار یک متنیه که کاراکتری ندارد، یعنی یک متن بدون کاراکتر است. نال ولی یعنی هیچی، نال یعنی اصلا پوچ، خالی ها. ولی متن خالی یعنی یک کاغذی که روش هیچی نوشته نشده، به این معناست. یعنی بالاخره یک کاغذی وجود داره، درسته چیزی روش نوشته نشده ولی هیچی نیست، پوچ نیست. دقت کردید؟ این تفاوت نال و متن خالی هست که بد نبود اینجا بگم. حالا که دستور کانت رو خدمتتون عرض کردم دوستان، میشه اینجا هم داره میگه که کانت کجاها میشه خیلی به درد بخوره. یه نکته دقت کنید، شما از ترکیب دستور کانت و ور میتونید شمارش کنید. ببینید مثلا میگم الان اینجا داره چیکار میکنه، میگه توی جدول پروداکت من بشمر ببین که چند تا پروداکت داریم، چند تا محصول داریم. حالا اینجا پروداکت آیدیاشون اومده شمرده، چند تا میتونست استار بذاره فرقی نمیکرد. میگه بشمار ببین چند تا محصول داریم که قیمتشون بزرگتر از $20. توجه کردید؟ میگه بشمار ببین توی جدول پروداکت چند تا محصول داریم که قیمتشون بالای $20. این مثال من باز کنم، خیلی مثال خوبیه. خب دقت کنید، میگه که 37 تا سطر داریم که قیمتشون بالای $20. این در حالیه که ما چند تا سطر توی جدول پروداکت داریم؟ 77 تا. اما اینجا با استفاده از دستور کانت اومده و همینطور با کمک دستور ور اومده محدود کرده کوئریش رو و به این شکل خروجی رو مشاهده کرده. دوستان دقت کنید توی امتحان ممکنه دقیقا همین سوالی امتحان باشه، یعنی من بگم که توی یه جدولی میخوایم ببینیم که آقا چند تا سطر داریم که سن افراد مثلا بالای 40 ساله، چند تا آدم نوجوان داریم که سنشون بین 10 تا، یعنی حتی سخترش هم بکنیم، بین 10 تا مثلا 20 ساله ها. ممکنه اینجور سوالی داده بشه، شما باید بدونید که از این SQL استفاده میکنید. خب اینم از این دستور.
نمونه های دیگرش رو ببینیم. ignore duplicates که ترکیب دستور کانت هست و دستور distinct که قبل از کانت خدمتتون عرض کردم. برای اینه که شما بتونید متوجه بشید، مثلا حالا اینجا اومده توی قیمت های چیز گفته، ما میتونیم توی جدول کاستومرز بگیم آقا بیا بشمر کانت. میخوایم ببینیم، سوالمون اینه، میخوایم ببینیم که مشتریان شرکت ما از چند تا کشورند. میخوایم ببینیم از چه کشورهای مشتری داریم. کافیه یا چند تا کشور مشتری داریم. این کافیه بنویسیم select count، توی count بنویسیم distinct، یعنی کشورها رو distinct بر مبنای country. خب بگیم distinct بر مبنای country، بعد بیا بشمر. distinct country رو متوجه شدیم یعنی چی؟ یعنی کشورها رو بیا ببین چند تا داریم و غیر تکراریاش رو به من نشون بده، تکراری ها رو حذف کن. distinct به این معنا بود. حالا من میتونم کانتش هم بکنم، یعنی بگم چند تا کشور داریم. الان اگه ران رو بزنم به من میگه 21. الان من متوجه میشم که من از 21 کشور مشتری دارم. حالا شاید تعداد مشتری های من 91 باشه ولی از 21 کشورم. توجه کردید؟ این نکته ایه که از کانت میشه استفاده کرد. پس شما متوجه شدید که از کانت میتونید به عنوان یک شمارنده با کمک دستور ور استفاده کنید، یا اینکه حتی توی پرانتز باز و بسته کانت میتونید باز دستورات دیگری از خود همون SQL بنویسید. یعنی به عبارتی میتونید دستوراتتون رو با هم ترکیب بکنید. خب این هم یه دستور باز کلی‌تر آورده و میگه که حالا به عنوان نامبر آف، حالا این از دستور گروپ بای استفاده کرده که من جلسه بعدی خدمتتون عرض میکنم. مشابه دستور کانت دوستان دستورات ریاضی دیگری هم داریم. دستوراتی مثل سام، مثل اوریج، مثل مین، مثل ماکس. دستورات این مدلی هم داریم که لازمه یادشون بگیریم. به عنوان مثال میگه select some quantity from order detail. فرض کنید میخوایم به فرض توی جدول سفارشاتمون ببینیم چند تا سفارش، چند دونه کالا سفارش داده شده. جدول order details ما، من اول این رو کات بکنم، جدول اوردرز رو نشون بدم. این جدول اوردرز ما هست، درست؟ حالا ما میخوایم ببینیم که در مجموع تعداد یا کوانتیتی، حالا این توی جدول اوردر دیتیل، بذارید اوردر دیتیل رو بزنم، اینجاست. میخواد ببینه مجموع اعدادی که در ستون کوانتیتی اینجا قرار گرفته، یعنی 12 به علاوه 10 به علاوه 5 الی آخر، میخواد ببینه مجموع این اعداد چند میشه. دستور ساده است. select، اونجا کانت برای شمارش بود، اینجا به جای کانت از فانکشن سام استفاده میشه. یعنی می‌نویسیم انتخاب بکن مجموع کوانتیتی ها رو، یا در حقیقت حالا تعداد رو، از جدول اوردر دیتیلز. الان ران رو اگر بزنم ببینید میگه در مجموع این تعداد کالا خریده شده. در مجموع 127 12743 تا کالا خریداری شده. توجه کردید؟ خب پس دستور سام.
حالا میخوایم ببینیم، همینجا میخوایم ببینیم به صورت میانگین هر یک خریدی که انجام شده توش چند تا کالا بوده. یعنی هر کسی اومده از فروشگاه ما خرید کرده، به صورت میانگین چند تا محصول رو برداشته. سوال اگه دارید بفرمایید. بفرمایید، صداتون رو یه نفر صداشو وصل کرد، اگه سوالی هست بفرمایید دوستان. خب میخوایم ببینیم که به صورت میانگین این الان گفت که آقا در مجموع توی کل سفارشات ما اینقدر کالا 12,000 خورده ای کالا خریده شده. میخوام ببینم به صورت میانگین هر نفر چند تا کالا خریده. از دستور AVG که مخفف average هست استفاده میکنم. AVG مخفف average. می نویسم select average quantity from order details. یعنی به طور میانگین 24 نتیجه شد، به صورت میانگین 24 خورده ای محصول هر نفر خریده توی سبدش داشته و خریداری کرده. AVG این دستورات دوستان یادگیریش ساده است، چون اسامیش با مسماست. سام یعنی مجموع، AVG مخفف average به معنای میانگین هست ها. یا بذارید باز از دستورات دیگر هم استفاده بکنیم، مثل مینوماکس همینجا استفاده بکنم، هرچند که حالا درسش رو هم به صورت مجزا داره. بذارید من دستور سام را ببینم اگر نکته‌ای داره. اینجا سام رو اومده ترکیبی با ور استفاده کرده که حتما پیشنهاد میکنم اینها رو کار بکنید، نگاه کنید. الیاس نیم دادن رو هم خدمتتون خواهم گفت. اینجا اومده دوستان به فرض مثلا فرض کنید شما قیمت ها رو به ریال نوشتید، میخواید به تومن قیمت ها رو داشته باشید. میتونید همونجا توی دستوراتی مثل سام یا اوریج و اینها از دستور ضرب، تقسیم و امثال هم استفاده کنید. مثلا قیمتاتون رو تقسیم بکنید بر 10 که قیمت ها به تومان در بیاد. میتونید محاسبات ریاضی هم در حین انجام کار پیاده سازی کنید. خب به غیر از سام و کانت و اوریج دستورات باز مینوماکس هم داریم. فرض کنید میخوایم حداقل قیمت کالایی که داریم رو توی جدول پروداکت ببینیم. بهمون میگن آقا قیمتاتون از چند تومن شروع میشه، سریع می‌نویسیم select mean price from products، ران رو میزنیم، به ما میگه آقا قیمت‌های شما از 2.5 شروع میشه. میگن حد اکثر تا چه قیمتی دارید، میگیم select max price و میزنیم، میگه که خب قیمت‌های ما نهایتا تا $263 هست. به ما میگن آقا به دلار به من نگو، به ریال قیمت ها رو به من بگو. میام می‌نویسم ماکس پرایس ضرب در ریال. فرض میکنیم که حالا به تومن من میگم 60,000 تومن هر دلاری. کاشکی روی 60 تومن لااقل وامیستاد. ران رو میزنم، نتیجه رو به تومن داره به من میگه، چون من ضرب در 60,000 تومنش کردم ها. میگه آقا گرونترین کالایی که دارید 15,800,000 ها، 15,810,000 تومان. و میگیم آقا اوریج پرایس رو AVG اوریج پرایس رو به تومن به من بده. باز دوباره ضرب در 60,000 رو انجام دادم. اوریج میگیم آقا به صورت میانگین قیمت اجناس ما 1,731,981 به صورت میانگین ها. خب و الی آخر دوستان، شما اینجوری میتونید
از مین و ماکس و اوریج و سام و امثال هم استفاده کنید. اینا دستوراتی بود که تا الان یادش گرفتید دوستان. حتما این دستورات رو تمرین بکنید چون بسیار پرکار بردن و خیلی ازشون استفاده میکنید. اینم تا اینجای ماجرا. اگه سوالی هست تا اینجا بفرمایید. مورد آخری که توی این جلسه میخوایم بهش رجوع بکنیم دوستان، ببینید اینجا توی گزینه aggregate functions چند تا فانکشن پرکاربرد که الان خدمتتون عرض کردم رو براتون آورده. اسماش رو که حالا بعد جلوتر براتون توضیحشون هم داده. اینی و آل رو اینها برای چیز ترکیب اینا رو هم بذاریم که فعلا استفاده نمی کنیم. من اون گزینه رو چون اینجا پیدا نمی کنم دوباره سرچ کنم. از in SQL شما هر چیزی رو که پیدا نکردید سرچ کنید. اولین یا دومین که معمولا اصلا به طور قطع میشه گفت اولین نتیجه رو براتون توی همین دبلیتری اسکولز میاره بالا. دستور از دوستان که یکی دیگر از کیوردهاییه که ما باید یاد بگیریم. دستور از هست. مثال قشنگ و واضحیه. ببینید میگه select customer ID به عنوان ID، customer name رو هم به عنوان customer برای ما select کن. دستور از دوستان در حقیقت یک الیاس نیم یا یک نام ثانوی برای ستون شما میاد و مشخص میکنه. یعنی چی؟ یعنی موقعی که شما دارید اون ستونهای خودتون رو استخراج میکنید به صورت پیشفرض اگر من بگم آقا کاستومر آیدی و کاستومر نیم رو از جدول کاستومرز برای من نشون بده، از کلمه از استفاده نکنم، این شکلی بگم select customer ID customer name from customers، ببینید چی برای من میاره؟ یه جدولی میاره شامل دو تا ستون به نام کاستومر آیدی و کاستومر نیم. اسم ستون ها کاستومر آیدی و کاستومر نیمه. حالا یه موقع هست ما میخوایم آقا به جای کاستومر آیدی دیگه بنویسه آیدی، به جای کاستومر نیم هم بنویسه نیم خالی. یعنی اسم ستون ها رو میخوایم اسماش رو عوض کنیم بنا به هر دلیلی. ها اینجا میام از دستور از استفاده میکنیم. دستور از رو هنگامی که نام کالوم رو مینویسید استفاده میکنید. البته توی جوین و یونیون و اینها هم استفاده میشه. حالا ما میریم سراغش که رفتیم صحبت خواهیم کرد. اینجا ما داریم استفاده میکنیم برای اینکه بگیم آقا کاستومر آیدی ها رو به عنوان آیدی برای من استخراج کن و کاستومر نیم ها رو هم با نام کاستومر برای من نمایش بده. ببینید این اسم این ستون ها رو میاد عوض میکنه. دقت فرمودید؟ آیدی کاستومر، آیدی و کاستومر، اسم این ستون ها بر من عوض شد. حالا جالب دوستان ما از این از خیلی جا میتونیم استفاده کنیم. مثلا من میتونم بگم توی اون مثلا جدول اوردر دیتیلز بود دیگه، کوانتیتی داشتیم. آره میتونم بگم آقا سلکت کن مجموع مقادیری که توی کوانتیتی هایی که از جدول اوردر کوانتیتی، اما ببینید وقتی به صورت پیشفرض میگم اینو سلکت کن مقدارش رو، برای من یه همچین چیزی میاره، میگه اکسپرژنتون 1000 تا نتیجه اکسپرژن اولتون اینه. خب میگه آقا این مجموعشه. من میتونم اسم این ستون رو الان اینجا مشخص کنم، یعنی بگم آقا مجموع کوانتیتی رو از به عنوان مثلا توتال
به عنوان توتال برای من نمایش بده. عنوان ستونش رو دیگه بنویسه توتال. ها، عنوان ستون رو مینویسه توتال. این کجا به درد میخوره دوستان؟ فرض کنید توی همین جدول من میخوام آقا توی جدول order details میخوام تمامی سطرها رو بیام آنالیز بکنم و مقادیر تحلیل های آماریم رو بر مبنای اون جدول، بر مبنای کوانتیتی های موجود در اون جدول بیام یه جدول تحلیل آماری از توی اون استخراج کنم. یه جدول تحلیل آماری شامل چه چیزایی میشه؟ ستون مجموع، حداقل، حداکثر یا همون رنجش، کوارتایل اول، کوارتایل دوم، نمیدونم میانگین ها، میانه، مود، شامل اینها میشه. یعنی یک جدولی شامل این ستون ها که هر کدوم مقادیری داره. خب اگه بخوام این مقادیر رو استخراج کنم، خب بهتره که برای هر کدوم هم یه اسم بذارم دیگه. یعنی بگم آقا مجموع کوانتیتی ها رو به عنوان توتال قرار بده، کاما اوریج کوانتیتی ها رو، ایویجی کوانتیتی ها رو از اوریج برای من بیا و نمایش بده، کاما مینیمومشون رو از مینیموم، یعنی توی جدول به نام مینیموم قرار بده ها، و بعد باز ماکسیموم رو هم، ماکسیموم کوانتیتی همون رو هم به عنوان ماکسیموم برای من بیا و بنویس. ببینید الان برای هر کدوم از اینا عنوان گذاشتم. الان اگر ران اسکیول رو بزنم یک جدول برای من خارج کرده که شامل این تعداد ستونیه که من بهش دادم. من 4 تا ستون بهش دادم، شامل اون 4 تا ستون میشه و اسما هم به این شکل با مسما انتخاب شده. دیگه مشخصه که هر کدوم از این اعداد به چه معناست. خب حالا من فرض کنید که میخوام رنج اعدادی که توی کوانتیتی موجود هست رو هم به دست بیارم. خب ما دستوری برای رنج به دست آوردن نداریم. رنج یعنی چی؟ یعنی ببینیم که بین چه تعداد تا چه تعدادی تفاوت وجود داره بین اینجوری بهتون بگم ماکسیموم منهای مینیموم چند میشه. مثلا اگه ماکسیموم 12 تا خریدند، مینیموم 4 تا خریدند، 12 منهای 4 میشه رنج اعداد ما، یعنی 8 میشه رنج اعداد ما. یعنی میگیم آقا 8 تا بین ماکسیموم و مینیموم فاصله است. یعنی میخوایم یه محاسبه انجام بدیم. خب الان بخوایم یه محاسبه هم انجام بدیم، بازم همینجوری میتونیم کاما بذاریم، بگیم آقا ماکسیموم منهای مین کوانتیتی، منهای مین کوانتیتی، درسته؟ و الان ران رو بزنیم. و بعد بگیم از، یعنی بگیم به عنوان رنج، به عنوان رنج برای من این رو از جدول اوردر دیتیلز استخراج کن. ببینید دستورمون یه ذره طولانی تر شد. اگه من بخوام میتونم اینترم بزنم که مرتب تر نمایشش بده. خب ببینید الان من دارم میگم آقا مجموع برای من به نام توتال بده، اوریج رو اوریج، مینیموم و ماکسیموم هم به همین شکل، و ماکس رو بیا منهای مینیموم کن از رنج به من تحویل بده. الان اگر اجرا بکنم ببینید میگه 119 فاصله بین ماکسیموم و مینیمومه، یعنی یه محاسبه انجام داده، نوشته آقا 120 منهای 1 میشود 119، نتیجه رو به من داده. درسته؟ اینا پس یه نکته‌ای که میشه استفاده کرد. میتونیم ما یه محاسبه رو اینجا بیایم انجام بدیم و بعد
نتیجه رو بگیم به عنوان این نام برو بر من نمایش بده. و نکته جالبتر این که دوستان ما توی سطرهای بالایی مگر نیامدیم مینیموم رو به عنوان مینیموم و ماکسیموم رو و ماکس کوانتیتی رو به عنوان ماکسیموم معرفی کردیم. چون ما آمدیم اینها رو روشون اسم گذاشتیم دوستان، این پایین دیگه من چون یه بار قبلا اسم گذاشتم روشون میتونم همون اسامیشون رو صدا بزنم. یعنی بگم ماکسیموم منهای مینیموم به عنوان رنج بیا و نمایش بده. اجرا بکنم، خروجی همچنان همون عدد 119 خواهد بود. چون من یه بار اومدم این محاسبات رو انجام دادم و یه اسمی هم روشون گذاشتم دیگه، چون بالاتر اومدم یه اسمی روشون تعریف کردم، اینجا الان میتونم همون اسامی رو صدا بزنم به جای اینکه دوباره برم محاسباتش رو انجام بدم. میتونم همون اسامی رو صدا بزنم و بگم اینا رو بیا از هم کم بکن، نتیجه رو بر من نمایش بده. و اینم تا اینجای ماجرا. دیگه ببینم نکته دیگه توی از داریم یا نه. اینم ایده قشنگیه. اینم ایده قشنگیه. این روش هم کار جالبیه دوستان. یادتون میاد توی برنامه نویسی هم ما ترفندی داشتیم که میتونستیم متون رو به همدیگه اصطلاحاً جوین کنیم یا بچسبونیم، کانکتنیت کنیم، بچسبونیمشون به همدیگه. اینجا ما همین جور روشی رو داریم. به عنوان مثالش رو دقت کنید. میگه که آقا کاستومر نیم، میگه که از توی جدول کاستومر ما میخوایم آدرس افراد رو به دست بیاریم و با یه فرمت آدرسی بنویسیم و نمایش بدیم. به صورت پیشفرض میگه ما یه ستون آدرس داریم. ما توی کاستومرز رو اگر من بگم جدولش رو نمایش بده، ببینید یه ستون به نام آدرس داریم. اما به صورت پیش‌فرض توی این ستون آدرس نه نام شهر نوشته، نه نام کشور، نه پستال کد. ها، میگه شما میتونید یه ستون جدید ایجاد کنید با ترکیبی از چند تا ستونتون، مثل کاری که اینجا کرده. میگه آقا بیا ستون آدرس رو یه بچسبون با علامت به علاوه. با علامت به علاوه اومده میگه بیا بچسبونش به یه دونه کاما. توی سینگل کوت کاما رو نوشته و بعد فاصله، و بعد میگه دوباره بیا بچسبونش به پستال کد، یعنی پستال کد رو بنویس، و بعد یه به علاوه باز نوشته یه فاصله، اومده میگه حالا بیا بچسبونش به اسم شهر، و بعد باز به علاوه گذاشته و بعد توی سینگل کد دوباره یه کاما و فاصله گذاشته و بعد میگه بیا بچسبونش به کشور و به عنوان ستون آدرس بر من نمایش بده. یعنی ستون آدرس رو دیگه فقط نه یا آدرس به قولی لاین یک آدرس رو نمایش بده، هر دو لاین آدرس رو بچسبون به هم در قالب یک ستون برای من نمایش بده. دیگه نه یا شهر و کشور و پستال کد رو به صورت مجزا هر کدوم رو توی یه ستون نمایش بده. ها، با علامت به علاوه این کار رو انجام میدن. وقتی چند تا متن رو در SQL دوستان شما با همدیگه به علاوه میکنید، توی زبانهای برنامه نویسی هم معمولا به همین شکله. البته خب بعضی زبانها استثناء دارن، مثلا مثل PHP با نقطه این کار انجام میشه. اما وقتی که شما با به علاوه چند تا متن رو به هم میچسبونید، به هم به علاوه میکنید، این متن ها به هم میچسبند و در قالب یک متن واحد نمایش داده میشن. اینجا الان من ران اسکیول رو بزنم، نتیجه رو ببینید. خب ببینید دیگه نمیاد چند تا ستون نمایش بده. بعد اینجا اومدم از کلمه از هم استفاده کردم، میگم نشونش بده به عنوان آدرس. خب ببینید نوشته آدرس،
اون لاین 1 آدرس رو اومده چسبونده به پستال کد، بعد نام شهر و بعد نام کشور و یه ترکیب خیلی زیبا رو برای آدرس فراهم آورده که شما بتونید نتیجه رو ببینید. اینم از دستور کانکتنیت کردن در حقیقت متون با همدیگه. خب میگه توی MySQL شما باید از این روش استفاده بکنید، از دستور کانکت باید توی MySQL استفاده بکنید، ولی توی SQL سرور با این روش قابل انجامه. یعنی توی SQL سرور شما از علامت به علاوه استفاده میکنید برای این کار، ولی توی MySQL بعد از دستور کانکت استفاده بکنید و اینم باز محل تفاوت هست بین پایگاه داده ها. خب نکته دیگری ببینم اینجا هست. خب نه، ظاهرا نکته دیگری نیست. بسیار خوب دوستان، من فکر میکنم تا همینجا برای این جلسه کافی باشه. از اونجایی که صدای منم گرفته است، بیشتر از این نه خودم رو اذیت میکنم نه شما رو. و اگر سوالی دارید بفرمایید. اگر ویدیو رو هم دوستان توی یوتیوب میبینید حتما سابسکرایب بکنید، حتما لایک کنید و این خب کمک میکنه که ویدیوهای بیشتری رو ما بسازیم و براتون قرار بدیم.